یگانه مخلوق سرکش ما و تو انسان هستیم، یگانه مخلوق معصیتکار ما و تو هستیم. ما و تو را میگه در نماز بیا نمیاییم، ما و تو را میگه روزه بگی نمیگیریم، ما و تو را میگه بنده راست و خوب باش تو را به جنت میبرم. یگانه مخلوق سرکش، در حالی که ما و تو بهترین مخلوق ولی نافرمانترین مخلوق ما و تو هستیم از میان مخلوقات. هیچ مخلوق جرأت نافرمانی رب العالمین نداره، ولی ما و تو مسلمان نافرمانی و پروردگار میکنیم. میگه ظلم نکن بر بالای فقرا، بر بالای بینوایان و مساکین، ولی ما و تو ظلم میکنیم. از خود که کمی پایین تر که گیر کردیم ظلم رو وامی داریم. حق پدر و مادر را زیر پای میکنیم، نافرمانی میکنیم، حق همسر را زیر پا میکنیم، حق الله را زیر پا میکنیم، حقوق العباد را مراعات نمیکنیم، پیروی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیکنیم. نافرمانترین مخلوق ولی بهترین مخلوق. سبحان الله. نمیتونه ما و تو را آن واحد در پیشانیمون نوشته شوه حق شوه فلانی امروز زنا کرد، دیروز دیشب زنا کرد در خلوت، همه بدانن. اگه اینطور شوه از خانه برآمده نمیتوانی. عجب صبر خدا داره که پرده بر نمیداره. خدا گر پرده بردارد زیر روی کار آدم ها، چه کاذب ها شود صادق، چه صادق ها شود کاذب، چه تلخی ها شود شیرین، چه زشتی ها شود رنگین. عجب صبر خدا داره که پرده بر نمیداره. دیشب چقدر انسان ها گناه کرده باشه اما تو پت و پنهان است، او رجوع بکنه الله او را میبخشه، سرش پرده کش میکنه، هیچ کسی او را دیده نمیتونه و او هیچ رسوا هم نمیشه.